بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کدام عمل ها نماز رو بیکار میکنند؟ عمل هایی که در داخل نماز انجام داده شوند نماز رو فاسد و بیکار میکنند. از جمله عبارت هستند گپ زدن و سخن کردن، اگرچه سهوا بگوید و یا اینکه خطا بگوید. یعنی فراموش کند که در داخل نماز هستم، یکی سخن کرد گپ زد، یا اینکه خطا کرد و سخن کرد در داخل نماز گپ زد، نمازش بیکار می شود. یا که مثلا بجای می گفت که یا ایها الناس در داخل نماز می گفت، بلکه در خطا کرد و گفت که ای فلانی، گفته فلانی رو فریاد زد، نمازش بیکار می شود. دومین چیزی که نماز را بیکار میکند دعا کردن با اون چیزی که به سخن مردم مانند است، مثل اینکه بگوید که پروردگار را برای من لباس زیبا نصیب بکن، پروردگار را برای من فلان زن را نصیب بکن که ازدواج کنم، برای من پول بده. چون این چیزها را در داخل نماز دعا کند نمازش بیکار می شود. و دیگر چیزی که نماز را بیکار می کند سلام دادن هست. به کسی سلام بدهد، یا کسی از به مسجد داخل شد یا به خانهش داخل شد گفت که السلام علیکم، یا که السلام علیک، یا که السلام، یعنی همچون سلام برای وی گفت نمازش بیکار می شود. و اگر همچون سهوا هم بگوید این را نمازش بیکار می شود. یا اینکه یک کسی داخل مسجد در آمد، یا اینکه در آمد که یک نفر نماز می خواند گفت که السلام علیکم، این در جواب گفت که و علیکم السلام، نمازش بیکار می شود. یا اینکه سخن کسی را جواب گفت، یک نفر و یا فریاد زد نامش گرفت، این در داخل نماز بود گفت که لا اله الا الله، به ذکر هم جوابش گفت، نمازش بیکار می شود. و چه خاطر؟ به خاطری که این ذکری که کرد همچون ذکر نبود، بلکه برای جواب گفتن این ذکر را گفت، یعنی در جواب کسی این ذکر را گفت که تا بفهمد که من در نماز هستم، نمازش بیکار می شود. و دیگر چیزی که نماز را بیکار می کند تنحنح، یعنی سلفیدن بی عذر. یک نفر یگان عذری ندارد، بیمار نیست، سلفه میزند بی عذر، میکند، نمازش بیکار می شود. و دیگر چیزی که نماز را بیکار میکند نالش کردن هست. بیمار باشد نالش بکند، صدا بلند بکند، آه آه بگوید، یک نالش بکند که به سخن مردم مانند هست. اینها را به خاطر امر آخرت نکند، یعنی از ترس آیات یا که از ترس آخرت چنین نالش ها نکند، از فهمیدن آیات ها چنین نالش ها نکند از گریه، بلکه یگان بیماری دارد نالش میکند، یگان مصیبت دارد نالش میکند، نمازش بیکار می شود. و همچنین چیزی که نماز را بیکار میکند این است که با صدای بلند گریه بکند و صدایش برآید و این گریه کردنش به خاطر آخرت نباشد. یعنی امام یک آیت را خواند در او ذکر دوزخ باشد، از فهم اون آیت اگر گریه بکند، از ترس دوزخ گریه بکند، نمازش بیکار نمی شود. اما اگر یک مصیبت دارد، یک نزدیکش از دنیا گذشته است، در داخل نماز در خاطرش میزند گریه میکند، نمازش بیکار می شود. و کسی دیگری که عطسه بزند و در جواب عطسه این بگوید که یرحمک الله، جواب عطسه اون بدهد، نمازش بیکار می شود. و یک نفر آمد و دیگر چیزی که نماز را بیکار میکند این است که یک نفر آمد گفت که فلانی گذشته است از دنیا و این در جوابش گفت که انا لله و انا الیه راجعون، یا اینکه گفت که سبحان الله، نمازش بیکار می شود. و چه خاطر گفتیم؟ به خاطر اینکه این عمل ها را همچون جواب به کلام دیگری گفته است، نه همچون ذکر در داخل نماز. و دیگر چیزی که نماز را بیکار میکند این است که یک نفر تیمم دارد و در داخل نماز بود، با تیمم نماز را میخوان، از بس که آب نداشت تیمم کرد نماز را خواند، در داخل نماز بود که یکی آب را دید، در حال طهارتش میشکند و نمازش بیکار می شود. باید که طهارت بکند به آب و بعدا نمازش بخواند. دیگر چیزی که نماز را فاسد و بیکار میکند این است که یک نفر بالای مسحی هایش مسح کشیده است
و برای کسی که در خانه هست یعنی مسافر نیست، یک شبانه یک روز از اولین مسح کشیدهش حساب کرده می شود. یک شبانه یک روز اجازه دارد که مسح بکشد و همین یک شبانه یک روز گذشته این در داخل نماز است، مدت مسحش بود شده است، به اتمام رسیده است، نمازش بیکار می شود. و دیگر چیزی که نماز را بیکار میکند کشیدن مسحی ها است. مسحی در پاش پوشیدگی هست، بالای اون مسح کشیده است، اون در داخل نماز برآورد، نمازش بیکار می شود. و دیگر چیزی که نماز را بیکار میکند این است که یک انسان یک جایش زخم خورده است، بالای اون زخمش بسته شدگی هست و اون بسته شدگی را بالاش مسح کشیده است، در داخل نماز همون جبیره میگویند، جبیرهش غلطید یعنی به زمین افتاد و اون جایی که بسته شدگی بود و مسح کشیدگی بود و صحت نشده است، نمازش بیکار می شود. و دیگر چیزی که نماز را بیکار میکند در داخل نماز طهارتش شکستن است، یعنی قصدن یک جوش خارید، این جای خاریدگی کند و خون جاری شد، نمازش بیکار می شود. دیگر چیزی که نماز را بیکار میکند این بیهوش شدن هست و به دیوانگی گرفتار شدن است، یا اینکه به اصطلاح دیگر پریپت که میگن در داخل نماز شد، این چیزها نمازش بیکار می شود. و دیگر چیزی که نماز را بیکار میکند این است که از روی مصحف یعنی از روی قرآن اگر نماز بخواند و ورق بزند بخواند، نمازش بیکار می شود. اما اگر نماز در داخل نماز هست و ورق نمیزند، در اینجا علما اختلاف نظر دارند و کسی که اگر قرآن را حفظ کرده است میگویند و قرآن در نزدش هست ورق نمیزند، نظر میکند میخواند، نمازش بیکار نمی شود. اما قرآن را حفظ نکرده است، از روی قرآن میخواند، نمازش بیکار می شود گفتند علما. پس خوبترش از این، از روی مصحف خواندن، از روی قرآن خواندن در داخل نماز دوری جسته شود. و دیگر چیزی که نماز را بیکار میکند آشکار شدن عورت هست، یعنی جایهایی که فرض هست پوشیدنش، یک مقدارش که اگر به مقدار گویم 4 انگشت اگر نمایان شد، نمازش بیکار می شود. یعنی جای فرضیه که باید پوشیده شود و پوشیدنش فرض هست، این را نپوشد. اگر یک در داخل نماز یکی کشف شد، یکی نمایان شد، نمازش بیکار می شود. و دیگر چیزی که نماز را بیکار می کند این است که در داخل نماز کلمه الله اکبر را مد گفته بکشد، الله اکبر گفته بکشد، نمازش بیکار می شود، نمازش فاسد می شود. این چیزهایی هستند که اگر اینها را در داخل نماز اجرا کرد، نمازش بیکار می شود. و دیگر چیزی که نماز را بیکار می کند این است که یک نفر یک چیزی را به طرفش انداخت، یعنی یک سنگ پرتاب در سرش زد و سرش خون آمد، سری نمازگزار مثلا خون آمد، نمازش بیکار و فاسد می شود. این عملهایی هست که به این عملها اگر یکی از اینها را در داخل نماز اجرا کرد و یکی از این عملها در داخل نماز اگر رخ داده اند، نماز انسان بیکار می شود. و دیگر چیزی که نماز را بیکار می کند خوردن هست. اگر چیزی را از بیرون گرفته بخورد، نمازش بیکار می شود. اما چیزی که در داخل دندانهایش هست، یعنی در داخل دهانش هست، اون را بخورد و اگر کمتر از دانه نخود باشد، نمازش بیکار نمی شود. اما اگر چنین دانه نخود باشد در دهانش، اون را بخورد، نمازش بیکار می شود. و دیگر چیزی که نماز را بیکار می کند نوشیدن هست، یعنی آب بنوشد اگر، نمازش بیکار می شود. دیگر چیزی که نماز را بیکار می کند این عملی زیاد هست. عملی زیاد اون چیزی هست که به 2 دست انجام داده می شود، یعنی چیزی به 2 دست انجام می دادگی رو به 1 دست انجام بدهد، نمازش بیکار می شود. یا اینکه یک نفر از بیرون نمازگزار را نظر کرده ایستاده است در داخل نماز، عملهایی را می کند که این کسی که از بیرون نظر دارد میگوید که این حال کسی هست که در داخل نماز چنین چیزها را نمی کند، یعنی به نمازگزار این کس مانند نیست و این را میگویند عملی کثیر، یعنی عملی زیاد.
و این چنین عمل ها نماز را بیکار میکند. یا اینکه بعضی از علما تعبیر کردن عمل کثیر را به این که سه عمل را پی در پی بکند، یعنی در یک رکن سه چیز را بکند. مثلا یک گرفت تگمه کرتهش را راست کرد، یکی گرفت سرش را خارید، یکی گرفت بینیش را کافت، چیزهای را بکند در یک رکن و در یک مدت کوتاه این سه عمل را بکند. اگر اینا گفتن عملی کثیر و نمازش بیکار می شود. این مجموعه آن چیزی که ذکر کردیم از جمله چیزهایی است که اگر یکی از اینها در داخل نماز صورت بگیرد نماز انسان فاسد می شود و بیکار می شود و باید که نمازش را از سر بخواند. و این چیزهایی که گفتیم همه در دایره مذهب امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه است و از نگاه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این عملها در داخل نماز اگر یکی صورت گرفت نماز بیکار می شود.